گاد ویو چیه؟ چه کاربردی داره و اصلا ما چرا باید راجع به گاد ویو بدونیم؟ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. سلام، نیما ولی بیگیم، نویسنده و کارگردان و توی این برنامه که اسمش سینما به زبان ساده است میخوام راجع به زاویه دوربین گاد ویو صحبت کنم. اصلا گاد ویو یعنی چی؟ زمانی که دوربین از بالا به صورت عمود، یعنی حدودا میشه بگیم 90 درجه، داره موقعیت رو نشون میده و انگار شما از دید خدا یا یه موجود آسمونی دارین اون اتفاق و اون در از سین صحنه رو نگاه میکنین. حالا اسمای متفاوتی هم روش میذارن که البته به نظر من اشتباه، چون هر کدوم تعریف داره. یا اوورهد شات بهش میگن، زاویه از بالای سر، یا بردز ویو. خب حالا اصلا چه دلیلی داره که ما از گاد ویو میخوایم استفاده کنیم؟ گاد ویو در اصل نشون دادن، برای نشون دادن کوچیکی آدم ها، تنهایی، سرنوشت، حالا چه سرنوشتی داره دوچارشون میشه، اون ضعفی که دارن، یا نمیدونم بهتر بگم شرایط بحرانی، و این زاویه دوربین در این شرایط بهترین خودشو برای ما برمغان میاره و اون صحنه رو یک لول میبره بالاتر. خب به علت داشتن اون جذابیت بصری که داره، اون جذابیت بصری که بتونید اون زاویه بالایی رو که داریم این و اتفاقا داره میفته خیلی خیلی کاربرد داره و باعث یه حس عجیبی رو در شما ایجاد کنه یا اون صحنه رو براتون به یاد موندنی بکنه. مثلا تو فیلم شاینینگ استنلی کوبریک زمانی که از بالا داریم نگاه میکنیم دوچار یک استرس و یک تنشی میشیم. یا مثلا توی سریال بریکینگ بد که مثلا استفاده زیاد از این زاویه کرده برای کوچیک بودن اون شخصیت ها درون اون صحنه و اون شرایط و اون ضعف کاراکترها داره توی اون شرایط نشون میده. حالا براتون یه سری نمونه ویدیو میاریم که میتونین انواع اقسام اون در اصل میتونیم بگیم گاد ویو رو ببینید و خب منم روش وایس اوور یا صدای روی تصویر چند تا نمونه رو توضیح میدم و دلیلاشون رو براتون میگم. پس بریم ویدیو رو ببینیم و از دیدنش لذت ببریم. مثلا توی فیلم سایکو که آلفرد هیچکاک کارگردانی کرده، از نمای بالا برای نمایش قتل توی راپل استفاده شده. این زاویه برای مثلا نشون دادن اینکه هویت قاتل معلوم نیست و اون حس تعلیق رو برامون زیاد میکنه و باعث میشه که یک جوری تنش در ما بیشتر بشه. یا مثلا توی فیلم تاکسی درایور جناب آقای مارتین اسکورسیزی از نمای بالا برای یه صحنه تیراندازی استفاده میشه. این نما به بیننده اجازه میده تا به صورت کلی‌تر به عواقب اعمال شخصیت‌های اصلیش نگاه کنه. فیلم روانی آمریکایی یا امریکن سایکو شخصیت اصلی از نمای بالا برای انداختن اره برقی روی قربانیش استفاده کنه. این نما به نمایش فرایند تصمیم گیری و بیرحمی اون کاراکتر کمک میکنه و باعث میشه که ما ببینیم چقدر این شخصیت بیرحمه و چقدر میتونیم بگیم اون شخصیت عجیب قاتلگونه و اون روانی تو رو داره. مثلا فیلم های وس اندرسون اکثرا از نمای بالا استفاده میشه. وس اندرسون به صورت زیادی از نمای بالا برای نمایش جزئیات صحنه و اشیاءاش استفاده میکنه. این سبک که باعث ایجاد تقارن زیباشناسی خاص تو فیلماش میشه کمک میکنه که ما اون صحنه ها رو بهتر ببینیم، از دیدنشون لذت ببریم و به نظر من یک جور باعث میشه که اون صحنه هایی رو که داریم میبینیم و بسیار بسیار زیاد توی ذهنمون بمونه. یا مثلا تو فیلم میدسامر که به نظر من یکی از بهترین فیلم‌های سال 2019 هم بود که اری آستر کارگردانی کرده، این فیلم از نمای بالا برای نشون دادن اون مراسم و آیین‌های مذهبی خاصی که تو اون حالا قبیله بود استفاده کرده که ارتباط شخصیت‌ها با نیروی بالاتر داره نشون میده و یک جوری میتونیم بگیم در اصل اون گاد ویو که ما داریم تو این فیلم می‌بینیم خود خدان و ما اون خدایی هستیم که اونها دارن برامون دعا میکنن. حالا نمونه‌های دیگر رو هم ببینید و برمیگردیم. خب امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. لایک یادتون نره، کامنت بذارین که راجع به چه چیزی در سینما دوست دارید صحبت کنیم و خب اگر کانال منو سابسکرایب ندارید قاعدتاً
لطفا سابسکرایب کنید و اینکه بیایم با هم دیگه یاد بگیریم که فیلم‌های خوب ببینیم و راجع به چیزهایی که داریم می‌بینیم اطلاعات مختصر و خوبی هم داشته باشیم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.